إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل. در آیات گذشته هم دلائل بسیار زیادی که دلائل عقلیه بودن بیشتر در راستای تسلیم در مقابل توحید و همچنین معاد بیان شد و بعد دو حال از احوال انسان، یکی الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم، دوم الذین تتوفاهم الملائکة طیبین. در مقابل این دلائل انسان ها دو گونه هستند، یا به شرک ادامه میدهند ظالمی انفسهم، انجام اونها را خواندیم هم به وقت مرگ هم بعد از مرگ، یا اینکه طیبین از کفر و شرک چیکار میکنن؟ خودشون را پاک میکنند. اونها که از کفر و شرک پاک باشند، اونها را وقتی که ملائکه بمیرانند جانشون را بگیرند، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة، هم در وقت نزع و در وقت احتضار و هم بعد از موت اونها بهترین شرایط و بهترین حالت را خواهند داشت. لذا این نظام هست، نظامی هست که خدای عزوجل برای انسانها گذاشته، اختیاری هم هست، اجباری هم نیست. گفتیم که اگر اجبار باشه مضراتش چی هست، مشکلاتش چی هست. لذا اینجا تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که شما بسیار بر ایمان اینا حریص هستید، بر هدایت و پذیرش اونها حریص هستید، اما قانون خدا همینه، خدا بالاجبار کسی را هدایت نمیکنه، بالخصوص اونهایی که راه عناد را و راه تعصب را در پیش گرفتند، اونها را خدا هدایت نمیده. ان تحرص علی هداهم، اگر شما حریص هستید بر هدایت اونها. از اینجا نفی اختیار از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اثبات میشه، یعنی پیغمبرم مختار کل نیست. اگر مختار کل بود هر کسی که دوست داشت هدایت میکرد، پیغمبر دوست داشت همه هدایت میشند، اما الله عزوجل میفرماید هر کسی را که خدا بخواهد، کسانی که خداوند تشخیص میده در درون اونها عناد هست، در وجود اونها تعصب هست، اونها قابل هدایت نیستن. ان تحرص، اگر شما حریص هستی بر هدایت اونها، فان الله لا یهدی من یضل، همانا خداوند هدایت نمیده، یعنی توفیق هدایت نمیده کسانی را که گمراهند، یعنی گمراهی را با عناد خودشون خریدن. و ما لهم من ناصرین، وقتی اونها به هلاکت و به عذاب خدا گرفتار آیند، برای اونها هیچ یاورانی نخواهد بود. نفی شفاعت است. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. این زجر، این سرزنشه. الله عزوجل می فرماید که آنها سوگند یاد کردن به خدا، سرزنش بر انکار قیامت. ببین یکی از دلائل اصلی عدم ایمان و توفیق ایمان انکار قیامت است، چون مشرکین عموما به قیامت اعتقاد ندارند، به همین خاطر بالا پروایی زندگی میکنن، میگه هر چی بعد زندگی دو روزه دنیا تمام میشه، بعد از اون برای همیشه نابود میشیم. اگر اینها اعتقادی و باوری داشتن به زندگی بعد از مرگ و این اعتقاد را داشتن که ما برای همیشه و همیشه زنده میمانیم
و زندگی اونجا بستگی به زندگی این دنیا دارد. اگر در اینجا راه درست را انتخاب کردی اونجا زندگی خوبی خواهی داشت، اگر در این دنیا راه غلط را انتخاب کرد اونجا زندگی خوبی نخواهی داشت. خب قطعا تعصب را کنار می گذاشتند، عناد را کنار می گذاشتند، دنبال راه درست می گشتند. هر کسی که دنبال راه درست باشد خدا هدایتش میکنه، وعده خداست و یهدی الیه من اناب. کسی که انابت داشته باشه هدایت میشه. پس این انابت نیامد به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اعتقاد به قیامت نیست، به فکر زندگی آخرت نیستند. لذا الله می فرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم، سوگند یاد کردم به خدا، مبالغه سوگندشان را، آخرین حد و درجه سوگند را، یعنی خیلی غلیظ. لا یبعث الله من یموت، سوگند بر اینکه خداوند حشر نمی فرماید، بلند نمی فرماید کسی که بمیرد. بلا، چرا نه؟ بلا یبعثهم، خدا همه را از قبرها بلند می کند. وعدا علیه حقا، این وعده خداست بر او. وعدا یعنی وعدنا علیه وعدا، ما بر این وعده کردیم، حق هست، ثابت، واقعیت، انجام میگیرد. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم با وجود قیام دلائل، با وجود همه دلائل قیامت، اما اکثر مردم نمیدانند، باورش ندارند. خب قیامت چرا میشه؟ چرا دوباره زنده میشیم؟ لیبین لهم الذی یختلفون فی، تاکه الله روشن کند، بیان کند برای آنها آن چیزی که اختلاف داشتن در آن، من التوحید والحشر، هر چیزی که اختلاف داشتن خدا اون را روشن کند. ولیعلم الذین کفروا انهم كانوا کاذبین، و تا اینکه بدانند کسانی که کفر کردند آنها در ادعایشان، در انکارشان دروغگو بودند، دروغ میگفتند. خب حالا این همه انسان، این همه خلائق، اینا چطور زنده میشن؟ چقدر طول میکشه؟ کار سختی هست. ببین هر چی برای انسان وقتی که قیاس میکنه به قدرت کوچولوی خودش، به قدرت ضعیف خودش، سخته. انسان وقتی که هر چیز را با دید قدرت خدا ببیند متوجه میشه که سخت نیست، چون قدرت خدا چگونه هست؟ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، همانا سخن ما به هر چیزی که وقتی ما اراده بکنیم، اتفاق آن را، وقوع آن را، به وجود آوردن آن را، ان نقول له، اینکه ما به او میگوییم کن، به وجود بیا، پیدا شو، فیکون، پس به وجود میاد. قیامت هم هاکذا. برای تو انسان سخته که قدرتی نداری، اما خداوند با یک کن به وجود می آورد. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. بالاخره سوره مکی هست و وقتی که این دلائل مبرهن، روشن، واضح بیان می شد، دارم ربطش را عرض می کنم چون بحث هجرت داره میاد. وقتی که این دلائل برای اهل مکه گفته می شد، دلائلی که در این دلائل اونا مات و مبهوت می ماندند، می پرداختند به شکنجه و اذیت و آزار مسلمانان. نمی گذاشتند مسلمانان مراسم خودشون را انجام بدهند، نماز بخونند، بقیه اعمال را انجام بدهند. فشار می آوردند، چنان فشار آوردند که عرصه زندگی را در مکه بر اونها تنگ کردند. لذا خدای عزوجل دستور دادند که هجرت کنید و اگر هجرت کنید بعد از این ظلم و ستمی که بر شما شده، ما جای خوبی به شما و جای راحتی به شما خواهیم داد. چنانچه مسلمانان مشوره کردند
که هجرت بکنن به سمت حبشه. ابتدا به سمت حبشه رفتن تا اینکه خدای عزوجل بعداً در وهله دوم، در مرحله دوم، هجرت به یثرب را، به مدینه منوره را برایشان فراهم کرد. لذا این هجرت به دلیل چیه؟ به دلیل همین فشارهاست. تنگ آمد، به جنگ آمد. دلائل وقتی که برایشون گفته شد قانع نشدند، به زور متوسل شدند، مسلمین را می زدند، اذیت می کردند، شکنجه می دادند. خدا دستور داد بشارت برای مؤمنین بر حکم هجرت. والذین هاجروا فی الله، آنهایی که هجرت کردند در راه الله. فی الله، بعضی میگه این فا سببی است، یعنی به سبب الله. چرا هجرت میکنی؟ به خاطر الله، چون که میخوام رابطه خودم، رابطه خانواده ام با الله چی باشد؟ برقرار باشد. من بعد ما ظلم، و بعد از این که مورد ظلم و ستم واقع شد. ببینید حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بعد از این که مکه فتح شد فرمود الان هجرت نیست، جهاد هست و نیت هست. هجرت نیست یعنی هجرت از مکه نیست، چون مکه قبلا دارالکفر بود، حالا که فتح شد دارالاسلام شد، مرکز اسلام شد، دیگه از مکه لازم نیست بری مدینه. به این معنی هجرت نیست. اما حکم هجرت منسوخ نیست. حکم هجرت در یک جا نه، در جای جای قرآن مجید آمده. همین جا بخوانی والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. حکم هجرت هنوزم هست. امروزه اگر در هر گوشه از دنیا، چنانچه در بعضی جا هستند، عرصه بر مسلمانان اگر در گوشه از دنیا، در جای از دنیا عرصه چنان تنگ بشه که نتوانند به دین خودشون عمل بکنند، یعنی کفار به اندازه فشار بیارن که مانع دین بشند، نگذارن مسلمانان نماز بخونن، نگذارن روزه بگیرن، نگذارن حجاب بکنن، نگذارن بقیه احکام را، نگذارن تعلیم دین خودشون را داشته باشن، آموزش های دین برای خودشون، برای فرزندانشون، برای نسل آیندهشون. مثل اون چیزی که امروز در ترکستان شرقی هست، در چین هست، همه جا نه، برای یک قوم خاصی هست. خب در این صورت هجرت برای اون گروه از مسلمانان فرض میشه. البته هجرت در صورتی واجب و فرض میشه که جایی باشد، راهی باشد، امکان رفتن باشد به جایی که بالاخره اونجا بتوان دین خودت را حفظ کنی، تعلیمات دینی را داشته باشی، تعلیم و تعلم برای تو و فرزندان تو باشد. به چنین جایی اگر بتواند برود، سفر بکند، خب هجرت برایش واجب میشه. اما امروز به سبب اینکه در دنیا مقداری در فکر مردم دنیا، حتی در فکر افکار کفار هم آزادی آمده. این نظامی که به نام جمهوری و به نام دموکراسی در دنیا در غالب کشورها حاکم هست، تقریبا در این نظام آزادی هست، هر کسی میتونه به دین خودش عمل کنه. لذا در هر جایی که واقعا به معنای واقعی آزادی باشه، ولو اینکه خود کشور، حکومت کشور به دست اهل کفر باشه، ولی آزادی هست که انسانها، مسلمانها بتونن نمازهایشون را انجام بدن، بخوانن، در تعلیم هیچ مشکلی داشته نباشن، تعلیم فرزندان خودشون، چنانچه در اکثر بلاد هست. خب در این صورت اگر انسان بماند همانجا گناهکار نیست، هجرت در چنین شرایطی واجب نمیشه. البته اگر کسی بخواد جای بهتری بره که اجر بهش میرسه به خاطر دین. پس شرایط هجرت این. اما کسانی که به خاطر شرایط کاری میروند، از اینجا مثلا میره که کاروبار بکنه، میره اصلا سعودی کاروبار میکنه، میره امارات کاروبار میکنه، بر این کلمه هجرت اطلاق نمیشه. یا امروز کسانی که از افغانستان میان برای کار، برای کارگری میان کشورهای دیگر اسلامی، ایران میان، پاکستان میرن، سعودی میرن، اینا دیگه هجرت حساب نمیشه. بر اینها مهاجر اطلاق نمیشه.
مهاجر اونهایی هستند که در اون زمانی که دینشون در خطر بود به خاطر حفاظت دین خود و اهل و عیال خودشون ترک وطن کردند. لذا الله می فرماید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، آنهایی که هجرت کردند بسبب الله یا فی الله فی سبیل الله در راه خدا، من بعد ما ظلموا بعد از اینکه مورد ستم واقع شدند، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، البته حتما ما اونها را جای میدیم در دنیا، جای خوب، مسکن طیبه، مسکن خوب جای دادن. این وعده پروردگار است. و بعد این اجر دنیوی هست. این اجر چی هست؟ دنیوی هست. در سوره نساء خواندید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرة وسعه، کسی در راه خدا هجرت میکنه هم جای فراخ و کشادی میبیند و هم وسعت مالی هم خدا بهش مال میده. مهاجر را گرسنه نمیذاره خدا، در رزق و روزیش، در کار و بارش، در تجارتش برکت میده. این پاداش دنیوی هست. این که مسکن طیبه میده، این که مراغما کثیرا وسعه میده، این پاداش چیه؟ دنیوی. اما اخروی ولا اجر الاخرة اکبر، البته که اجر آخرت اون خیلی بزرگتر است. لو کانوا یعلمون، کاش میدانستند، کاش میدانستند. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، آنهایی که صبر کردن در راه هجرت مشقت است، ترک وطن خیلی سخته. بالاخره رنجها و زحمتهایی دارد. کسانی که بر این رنجها و زحمتهایش صبر کنند و فقط بر ربشان توکل کنند، برای اونها اجر است. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم، اینجا الله تعالی درباره رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما اولین رسول نیستید که این احکام را، این مباحث را، بالخصوص توحید را می رسانید. قبل از شما هم ما پیامبرانی فرستادیم، اما اون پیامبران هم همه مردان بودند، زنان نبودند، همه انسان بودند، فرشته و جن نبودند. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ما نفرستادیم قبل از شما مگر مردانی که نوحی الیهم، ما وحی می کردیم به سوی اونها، دستور می دادیم. فاسألوا اهل الذکر، شما سوال کنید از اهل ذکر. اهل ذکر منظور اهل کتاب، ذکر به معنی کتاب است، یا اهل علم. فاسألوا اهل الكتاب الذين يعرفون معاني كتاب الله تعالى فإنهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشر. اهل کتاب علما میدونن که همه انبیا بشر بوده، هیچ فرشته‌ای به عنوان نبی مبعوث نشد. شما بپرسید این کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید بپرسید. انسان وظیفهش هست هر چیزی را که نمیداند از اهل علم بپرسد. در بقیه مباحث هم از اهل علم بپرسید. هرچی اهل علم گفتند، اون اهل علمی که به اونها اعتماد دارید عمل کنید به اون، اشکالی ندارد. این بالبینات و الزبر، این متعلق به ما ارسلنا هست. ما فرستادیم پیامبران را، با چه فرستادیم؟ هم با دلائل فرستادیم، هم با صحیفه ها و کتابچه ها فرستادیم، تا اینکه بالاخره این مرحله ادامه داشت و ادامه داشت تا نوبت خاتم النبیین رسید. حالا که نوبت شما رسید، و انزلنا الیک الذکر، این ذکر و این پند و اندرز بزرگ را ما نازل کردیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه وسلم. قرآن چی هست؟ ذکر است. قرآن را چرا ذکر میگن؟ چون سراپا پنده، اندرزه. اما قرآن را این کار خداست، انزلنا الیک الذکر. اما وظیفه پیغمبر چیه؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا که برای مردم تبیین بفرمایی، تشریح بفرمایی. تبیین یعنی چه؟ یعنی تشریح. از اینجا حجیت حدیث هم اثبات شد. تنها حجیت قرآن نیست، حجیت حدیث هم اثبات میشه.
پیغمبر باید ذکر را این قرآن را، خب قرآن به زبان چی بود؟ عربی بود. اونا که میفهمیدند عربی را، اما نیاز به شرح داره، نیاز به توضیح داره، نیاز به تفسیر داره. پس اون چیزی که پیغمبر اضافه از آیات قرآن توضیح میده، اونا چی هست؟ اون همون حکمته. یعلمهم الکتاب والحکمه. گاهی به شکل عملی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم. گاهی به شکل قولی. پس حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، چه حدیث قولی باشد چه حدیث فعلی و عملی باشد، این حجت، این دلیل است. اگر حدیث را اعتبار نکنیم، تفسیر قرآن چگونه خواهد بود؟ تبیین و تشریح قرآن از سوی رسول الله چگونه خواهد بود؟ لذا اینها قولشون قول غلطی هست، سخن زیبایی هست، اما اراده باطل است که میگن حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا بس. نه، کتاب خدا برای تبیینش، برای شرحش، برای توضیحش نیاز به سنت رسول الله دارد. پس لتبین للناس، از این چی برداشت میشه؟ حجیت حدیث، تا که برای مردم توضیح بدی، بیان کنی، روشن کنی ما نزل الیهم، اون چی که نازل شد به سوی اونها. این فریضه رسول است. اولی کار خداست، انزلنا الیک الذکر. این فریضه رسول است. حالا فریضه امت، ولعلهم یتفکرون، تا اینکه امت تو، پیروان تو فکر بکنند و بر آن عمل کنند. حالا کسانی که بی توجهی میکنن مثل مشرکین مکه، نه بهش فکر میکنن، نه بهش نگاه میکنن، نه بهش توجه میکنن، برای اونها وعید هست، تخویف دنیوی. افامن الذین مکروا السیئات، آیا ایمن هستند آنهایی که مکروا السیئات، توطئه میکنن برای سیئات. سیئات منظور هم ضلال است، هم اضلال، هم خودشون بد عمل میکنن، هم دیگران را به سوی بدی ها دعوت میکنن. آیا اونها ایمن هستند ان یخسف الله بهم الارض، از اینکه خدای عزوجل اونها را خسف بکند در زمین، از اینکه اونها را فرو ببرد در زمین، او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، آیا ایمن هستند از اینکه عذاب پیش اونها بیاید از اون راهی که اونها لا یشعرون، نمیدانند. عذاب طوری میاد که انسان فکر نمیکنه از اونجا ضربه میخورد. او یأخذهم، یا اینکه آیا ایمن هستند که خدا اونها را مؤاخذه کند فی تقلبهم، در حالت گشت و گذارشان. از اینجا داره میره فلان شهر، فلان تجارت، فلان تفریح، یهو گرفت خدا میاد، عذاب خدا میاد. تقلب یعنی گشت و گذار، رفت و آمد، این شهر به اون شهر رفتن. آیا ایمن هستن در همین حال خدا نمیتونه اونها رو بگیره؟ فما هم بمعجزین، اینها عاجز کننده نیستن. ای بفائتین من العذاب، نمیتونن جلوی خدا را بگیرن، عذاب خدا را دفع کنن. او یأخذهم علی تخوف، یا اینکه خدای عزوجل آنها را بگیرد، مؤاخذه بکنه علی تخوف. علی تخوف یعنی بعد از تخوف، بعد از اینکه گاهی خدا یهو میگیرد، اصلا قبلا خبر نمیکنه. گاهی نه، بعد از بیم دادن تهدید میکنه، وعید بیان میکنه. پیغمبران میگویند ای مردم بیشتر از این مهلت نداری، 40 روز دیگه مهلت است یا 3 روز دیگه مهلت است. بعد از اینکه اونها را بیم میده، میترساند، عذاب میاد. در هر صورت، یعنی همه این صورت های متداولی هست. فإن ربکم لرؤوف رحیم. خب چرا بازم تأخیر عذاب؟ این که خداوند عذاب را مؤخر میکنه، هنوز عذاب نمیده، خدا میگه از عذاب خدا ایمن نباشید. اما هنوز عذاب برای شما نیامده، چون رب نسبت به شما هم رأفت داره، مهربان است، میخواهد شما ایمان بیاورید. لذا ببینید دلائل قدرت او را.
اولم یروا الی ما خلق الله من شیء، آیا نمی بینند به آنچه که الله آفریده از هر چیز. هر چیزی را که خدا آفریده همه تابع فرمان خدا هستند بغیر از انسان مشرک. این تابع نیست. پس معلوم میشه که از این انسان ظالم ترین وجود نداره. بقیه همه تابع هستند. حتی سایه که پابرجا نیست. یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل، یعنی جمع میشه، زائل میشه، از بین میره سایه هر چیز از راست و چپ، در حالی که این سایه از راست و چپ جمع میشه. سجد لله، برای خدا سجده میکنه، به این معنی که تابع فرمان خداست. شما ببینید صبح وقتی که تازه خورشید طلوع میکند، از مشرق گرفته تا مغرب همه جا سایه هست، اما خورشید هرچی بالا میزنه سایه چی میشه؟ کم کم جمع میشه. یتفیعو به این معنی هست، از راست و چپ سایه این ساختمان، سایه این برج هی میشه چی؟ کمتر میشه. از اون طرف غرب کم کم جمع میشه، بالاخره میاد تا به زوال میرسه. زوال که میرسه حالا این سایه را خدا دستور جمع بشه، چون خورشید را آورده. زوال که میشه دوباره از این طرف سایه از طرف مغرب شروع میشه میره به طرف مشرق، کم کم سایه بزرگتر میشه، بیشتر میشه، یک مثل و دو مثل و تمام جا را دوباره میگیره. حالا ببین همین که سایه را شما هیچی حساب نمی کنید، سایه یک عرضی هست، یک طبعی هست، تابعی هست نسبت به شیء دیگر. این وقتی که از خدا فرمان میبره، این وقتی که در اطاعت خدا مشغوله، هر جوری که خدا میگه، هر روز به همین نظم هست. پس ببین خورشید، ماه، ستاره ها، آسمان، زمین، لیل، نهار، جنگل، درخت، سنگ، دریا، همه اینها هم تابع هستند بغیر از انسان مشرک. پس سجد لله، سجده همین که تابع هست همین سجده هست. بعضی اعتراض میکنن، میگن خورشید چطور سجده میکند؟ خورشید با این بزرگی چطور سجده میکند؟ کجا سجده میکند؟ ماه کجا سجده میکند؟ کسانی که رصد میکنن خورشید و ماه را، اینا شب روز در دوران هستند، در حال حرکت هستند. سجده اینها مثل سجده من و شما نیست که بر هر 7 عضو سجده میکنیم. عرض کنم که 2 تا پا و 2 تا زانو و 2 تا دست و چهره. سجده هر یکی فرق میکنه. همین اطاعت خدا، همین فرمان بردن از خدا، این خودش سجده شون هست. همین که خورشید داره انجام وظیفه میکنه، هر روز داره سجده میکنه. ما هر روز داره سجده میکنه. سایه هر روز داره سجده میکنه. درخت اینطور ایستاده، این هر روز سجدهش همین قیام است. کوها 2 زانو گویا نشستند، سجده اینها چیه؟ همین نشستنشون هست که زمین را محکم نگه داشت، همین سجدهش هست، گویا شب و روز در سجده. سجده یعنی فرمان بردن، اطاعت کردن. ولی یکی از علما زیبا نوشته بود که الله عزوجل به هر چیزی نوعی سجده و نوعی عبادت داده. مثلا سجده درختان چی هست؟ قیام هست، همه ایش ایستادند. سجده چارپایان چی هست؟ رکوع هست، همیشه احساس میکنن در حال چی هستن؟ رکوع هستن. سجده بقیه خزندگان، اینکه به زمین افتادن و مثل سجده ما سجده کردن. سجده کوها چی هست؟ قعده هست، نشستن هست. سجده ماه و خورشید و سیاره ها و ستاره ها چی هست؟ طواف هست، گشتن هست، دور زدن. اینا خودش سجده. به انسان خدای عزوجل همه اینها را داده. نمازی داده که در اون نماز هم قیام است، هم رکوع هست،
هم سجده هست، هم قعده هست، هم طواف بیت الله هست. لذا هر یکی سجدهش فرق میکنه. لذا الله میفرماید که یتفیع ظلاله، جمع میشه سایش از راست و چپ در حالی که سجده کننده است برای الله و هم داخرون، همه اینها تابع هستند. همین که تابع خدا می سجده، نه تنها سایه. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله سجده می کند تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. من دابت، از هر موجود زنده و چارپا، و الملائکت، و همچنین ملائکه، و هم لا یستکبرون، بالخصوص ملائکه آنها با وجودی که مخلوق افضلی هستند آنها استکبار نمی کنند، تکبر نمی کنند از سجده الله. یخافون ربهم، آنها می ترسند از ربشان که من فوقهم، رب که بالاست. بالاست به چه معنی؟ ببین بالا به اعتبار مکان نیست، بالا به اعتبار مکان نیست. من فوقهم بعضی گفتن کنایه از عذاب است. می ترسند از ربشان یعنی من فوقهم از عذاب رب، می ترسند از عذاب رب، چون معمولا عذاب از آسمان میاد، فرشته از عذاب میاد که میترسه که از بالا صادر نشه. یا اینکه من فوقهم دستور پروردگار، چون دستور هم از بالا میاد، از آسمان ها میاد. و یفعلون ما یؤمرون، به خاطر همین ترس هست که انجام میده هر چی که امر میکنن. وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، بعد از اینکه این دلایل را شما خواندید، بعد از اینکه خواندید تمام خلائق تابع فرمان پروردگار هستند، بعد از این خدا دستور میده به تمام موجودات، تمام مکلفین منظور هستند، تمام مکلفین، تمام انسانها، جنات، که لا تتخذوا الهین، دو تا خدا نگیرید. منظور از دو تا خدا چه؟ اثنین، همون دو تا به معنی واقعی. ببینید وقتی که دو خدا گرفتن و انتخاب کردن ممنوع هست، ستا به طریق اولا، بیشتر به طریق اولا. کیا معتقد به دو خدا بودند در اون زمان؟ عرض کنن که مجوس و زرتشتی ها. ببینید قرآن میگه که بعضی میگن قرآن مربوط به عرب هاست، نه، همه مذاهب باطل را داره رد میکنه، همه شرک ها را، انواع شرک ها را. شرک تسلیس را هم رد کرد، شما خواندی ولا تقولوا ثلاثه، نگوی سه خداست، اونجا مسیحیان را رد کرد، اینجا زرتشتیان را رد میکنه. اونهایی که معتقد به دو تا خدا هستند در آیین مجوس یا آیین زرتشت میگوین که دو تا خدا هست، یکی یزدان، یکی اهرمن، یکی خدای خیر، یکی خدای شر. حالا بیشتر از این مذهب نمایندگی میکند ایزدی ها یا یزیدی ها، گروهی هستن بیشتر در عراق. گرچه بعضی از زرتشتی ها میگن نه اونا زرتشتی نیستن، اونا نسبتی به زرتشت ندارند، اونا فقط خدای خیر را قبول دارند، خدای شر را قبول ندارند. بالاخره اونها میگن ما خدای خیر را عبادت میکنیم، اما خدای شر را هم قبول دارند و یک سری آداب و رسوم خاصی به آتش احترام میگذارند، تقدس قائل هستند. لذا این ایزدی هایی که در عراق هستند و زرتشتی هایی که در بالاخره ایران هستند، آتش پرستان، اینها این اعتقادات را داشتند و دارند. پس اون چیزی که میگویند برگردیم به دین اصلیمون، یعنی به دین شرک، به دین دو خدا پرستی، قائل بودن به دو خدا، یکی یزدان و یکی اهرمن، در حالی که خالق همه چیز یک خدا است.
انما الهکم اله واحد. معبود شما معبود یگانه هست، بغیر از اون یک خدا دیگه خدای وجود ندارد. این باطل است، این دروغه که دو تا خدا وجود داره. اون خدا خالق همه افعال هست، هم خیر را او درست کرده هم شر را او درست کرده. بعضی حتی از مسلمانان تحت تاثیر همین تبلیغات قرار گرفتن، مثل معتزله، گفته انسان خالق افعالش خودش هست. چرا؟ چون که انسان گاهی فعل بدی میکنه، مثلا کار کفر میکنه، بعد نسبت این فعل بد به سوی خدا میشه. خدا این کفر را خلق کرد؟ ما در جواب و در پاسخ اینها میگیم که الله عز و جل تمام افعال را خلق کرد، خیر و شر را. از این بابت که خدا خلق کرده خوب و بد را، بالاخره برای امتحان، تا زمانی که شر را خدا خلق نکند امتحانی نخواهد شد. باید ایمان را هم درست کند هم کفر را، بعد بگه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اگر کفر را اصلا خدا خلق نکند پس امتحان نخواهد بود. این که شر هست نسبت به انسان شر هست که انتخابش میکنه، نه به نسبت به خدا که خدا خلقش کرده. الان خدا ابلیس را هم خلق کرده. یکی از بزرگترین شرها کی است؟ ابلیس هست. میگه خلقتنی من نار، تو مرا خلق کردی. بس از پیدایش ابلیس که برای امتحان ما انسان هست، نسبت شر به سوی خدا لازم نمیاد. حالا گاهی مثال یه عالمی داده بود تو شرح حدیثی که گاهی انسان یه چیز خوبی درست میکنه، اما چون یه نیازی هست یه چیز نامناسبی هم درست میکنه، اما با توجه به خود اونجا جای نامناسبی هست، اما با توجه به اینکه نیازی اون ساختمان هست بالاخره خوب است. از یک جهت جای بدی، از یک جهت جای خوبی هست. مثلا یه ساختمان شما درست کنید، یه ویلای بسیار مجلل و مجهز و همه چیز، ولی دستشویی جای خوبیه؟ نه. اگر این ویلای دستشویی داشته نباشه، این از محاسن است یا از معایب است؟ عیبه. همه چیز داره، دستشویی نداره. دستشویی جای خوبی نیست، درست جای خوبی نیست، ولی برای این ساختمان لازم است. تا نباشد این ساختمان ناقص. کسی میتونه بگه که من چنین ساختمان خوبی دارم، قیمتش اینقدر بالا هست، این اصلا دستشویی نداره، جای گند و نجاست اصلا نداره. این تعریفی هست یا نه؟ برعکس. پس گاهی چیز بد هست، اما نسبت به نیاز چی هست؟ خوب است، لازم است. بنابراین الله عزوجل افعال خوب و بد را چون امتحان بندگان مد نظر هست، لذا نسبت به خلق خوبند، اینها لازمند، باید باشند. اما نسبت به این که ما انسان انتخاب میکنیم اون کار بد را، از این جهت نسبت به ما شر هست، نسبت به ما بد هست. لذا این غلط است که بگیم که خدا خالق افعال شر نیست و خالق شر اهرمن هست، اونطوری که زرتشتی‌ها میگویند. نه، الله عزوجل خالق است. لذا الله میفرماید لا تتخذوا الهین، دو تا اله، دو تا معبود شما به عنوان عبادت انتخاب نکنید. انما هو اله واحد، جزی نیست که اون ذات معبود یگانه هست، همه چیز را او خلق کرده، استحقاق عبادت فقط او دارد. فایای فرحبون، فقط و فقط از من بترسید، از من بیم داشته باشید، از کسی دیگه نترسید. وله ما فی السماوات والارض، حالا این دلائل توحید است. له یعنی خلقا و ملکا و عبیدان، از نظر پیدایش، از نظر ملک که همه مملوک خدا هستند، همه عبید خدا هستند. وله ما فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است آنچه که در آسمان ها و زمین است. وله الدین واصبا،
له الدین ای له العباده. قبلا گفتیم دین 4 معنا دارد، یکی از معناهایش چیه؟ عبادت است. عبادت فقط برای خدا واسبا، یعنی دائما، همیشه عبادت اختصاص به خدا دارد، هیچ وقتی به غیر خدا. افغیر الله تتقون، آیا شما از غیر خدا می ترسید؟ در حالی که هر چی دارید از خدا دارید، چرا اینقدر ترسو هستی از غیر الله؟ و ما بكم من نعمت فمن الله، آنچه که به شما هست از هر نعمتی در وجود شما هست، فمن الله، پس از جانب الله است. فقط خدا به شما داده، غیر خدا نداده. ثم اذا مسکم الضر، دلیلش اینه که هرگاه به شما آسیبی میرسه، به شما مصیبتی میرسه، فالیه تجأرون، ناخودآگاه بدون اختیار فقط و فقط به سوی خدا تضرع میکنید، هیچ وقت به سوی غیر خدا نمی روید. اما ثم اذا کشف الضر عنکم، سپس هرگاه الله دور کند از شما مصیبت را، مشکل را دور کند، اذا فریق منکم، در این هنگام یک گروهی از شما، بربهم یشرکون، نسبت به ربشان شریک میگیرند، لیکفروا بما آتیناهم، این لام عاقبت است، عاقبت و انجام این میشه، لیکفروا بما آتیناهم، که اون چی که ما دادیم نسبت به اون، نتیجه این میشه که کفران نعمت میکنند، ناشاکری میکنند. فتمتعوا، به این نوع مشرکان خدا میفرماید فتمتعوا، چند روزی در دنیا بهره بگیرید، فسوف تعلمون، ان قریب عاقبت این شرکتون را میدونید، عاقبت این غیر الله پرستی را شما میدونید. و بعد الله عزوجل از کفر و شرک، انواع دیگر کفر و شرک این نوع انسان ها می فرماید و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، قرار میدن برای اونهایی که نمیدانند، یعنی هیچ معبودیت اونها استحقاق معبودیت را ندارند، برای اونها قرار میدن سهمی از اون چیزی که ما رزق دادیم. رزق را مثلا چارپا را کی داده؟ حیوان را کی داده؟ گاو و شتر را کی داده؟ خدا داده. هر سو کشت را کی داده؟ خدا داده. اما اینها چیکار میکنند؟ بعضی از همین کشت را، بعضی از این حیوان را، گوسفند را، شتر را به غیر خدا اختصاص میدن. شما خواندید در سوره انعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. این چارپای را ما بهش دادیم، این هرس و کشت و کشاورزی را ما بهش دادیم، اما چیکار میکنند؟ و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، قرار میدهند برای آنچه که نمیدانند سهمی از آنچه که ما رزق دادیم بهشون. تالله، الله سوگند یاد میکنه و سوگند الله عزوجل برای تاکیده و این تخویف اخروی هست. تالله، قسم به خدا، لتسألن، البته حتما شما بازخواست میشید، شما سوال میشید، اما کنتم تفترون، از آنچه که شما دروغ بافتید، دروغ گفتید. افتراشون چی بود؟ شریک گرفتن برای خدا، اونها را در عبادت مالی شریک خدا قرار دادن. و یجعلون لله البنات، دیگه از صورتهای شرکشان الله تعالی بعد از اینکه توحید را بیان فرمود، دلائل توحید را بیان فرمود، نعمتهای خودش را بیان فرمود، حالا الله تعالی کفر اونها را بیان میکنه، صورتهای مختلف کفر را. و یجعلون لله البنات، قرار میدهم برای خدا دخترانی را، برای خدا دختر اعلام میکنند ملائکه را. سبحانه، الله پاک است، الله از داشتن شریک، فرزند، پسر، دختر، همسر، از همه اینها پاک است. اما ولهم ما یشتهون، برای خودشون هر چی که دلشون میخواد،
برای خودشون هر چی که میخواد برای خودشون میگن پسر باشه، ولی میگه خدا دختر داره. خودشون وقتی که دختر داشته باشن چیکار میکنند؟ و اذا بشر احدهم بالانثى، هرگاه یکی از آنها مژده داده می شود، بشارت داده می شود به دختری که خانه دختر متولد شده، ظل وجهه مسودا، چهرش سیاه میشه، و هو کظیم، اون پر غم میشه، ای ممتلئ داشتن را برای خودش عار میدانه. بعد میاد میگه که خدا دختر داره. مثل السوء، الله عزوجل نسبت به این انسان ها، اینهایی که آخرت را در واقع ایمان ندارند، که هر گستاخی و هر بیادبی میکنند، الله میفرماید برای اینها که در آخرت ایمان به آخرت ندارند، مثل السوء، یعنی حالت بد است. حالت بد چیه؟ ذلت. مثل قبلا خواندین صفت را میگن، صفات بدی است، مثلا ذلت هست، عقوبت هست، و در دنیا جهل، نادانی، ابتلا. ولله المثل الاعلی، برای خداوند هست صفات بلند و بالا، از اینها پاک است. و هو العزیز الحکیم، خدای عزوجل غالب است و کارهای خدا با حکمت است. ولو یؤاخذ الله الناس، این تخویف دنیوی هست. اما تخویف دنیوی هست، یک جواب یک سوالی هم است. خوب دقت کنید، این سوالی هست که امروزه گاهی ذهنهای ما را هم درگیر میکنه. این سوال این است که اینها این ظلم بزرگ را میکنند، این جنایت بزرگ را چه نسبتهای کفری به خدا میدهند، چرا خداوند فوراً ایران مؤاخذه نمیکنه؟ گاهی یک کافر چنان توهین میکنه، چنان بیادبی میکنه، چنان نسبت به خدا کفر میکنه، ما میگیم معاذ الله، این چطور خدا هنوز نگاه داشته، چرا اینا مؤاخذه نمیکنه؟ گاهی کسانی دیگه ظلم های دیگه میکنه، از نوع دیگر ظلم. یک نوع ظلم همین شرکه، همین کفرگویی هست، همین نسبت های ناروا دادن به خدا است، و خود کفر هم ظلمه. گاهی ظلم بعضی ها به بعضی ظلم میکنند، ما در تعجبیم، در شگفتیم، خدا چرا این ظالم ها را مؤاخذه نمیکنه؟ بعضی انسان ها که علم ندارن، جاهلن، بیچاره ها، میگن این همه ظلم میشه، چرا جلوی ظالم ها گرفته نمیشه؟ معلوم میشه که علیه بالله میگن خدایی نیست، اگر خدایی بود ظالم را میگرفت. بعضی اینطور میگن، شنیدی دیگه؟ میگن که بعضی از ظالم ها هستن که اصلا به مظلوم ها را به وسیله بمب های خوشه‌ای 100 تا را یک جا میکشند، 200-300 تا را یک جا میکشند. هنوز خدا اینا را گذاشته؟ خدا نمیگیره؟ ببینید، اولا دنیا دار مؤاخذه نیست الا ماشاءالله. گاهی خدا مؤاخذه در دنیا هم میکنه، اما قرار نیست در دنیا مؤاخذه بشه. دنیا دارالعمل است، دارالامتحان است، دارالجزاء و دارالعذاب نیست. قرار نیست دنیا در دنیا خدا عذاب بده. اما بعضی وقتا ظلم را خدا عذاب میده، بعضی وقتا، اما بگونه ای که احساس نشه، علنی. چرا؟ چون دو نکته اینجا هست. یکی در آیه شفاف و واضح بیان شده، یکی این که خدای تعالی اگر قرار باشد ظالم ها را مؤاخذه بکند، هر ظالمی را فوراً مؤاخذه بکنه، اون جوری که دل ما میخواد، اون جوری که ما انتظار داریم. اون وقت زمین باید از وجود ظلمه پاک بشه. اصلا بعد از اون نسل انسان ها چی بشه؟ منقطع بشه. چون که کدوم انسان است، کدوم زمان هست که در اون زمان ظلم نشده، انسان ظلم نکرده؟ ظلم چه کوچک چه بزرگ همیشه انسان ها کردند. اگر خداوند در همین دنیا همه ظالمین را مؤاخذه میکرد، قطعا این روزا ما وجود نداشتیم. چون گذشتگان ما
اینقدر ظلم کردند اونا را باید خدا ریشه‌کن میکرد، میزد، از بین میبرد، دیگه انسان متولد نمیشد. نه انسان، خدا میفرماید ما ترک علیها من دابه، هیچ موجود زنده، حیوانی، حتی حیوانات کم هستن بر هم دیگه ظلم میکنند. شیر هست بقیه را میدرد، درندگان بقیه را میدرند، گوسفند شاخدار بیشاخ را میزند. خب خدا اگر بنا باشه در دنیا هر یکی را بر ظلمش، باید دیگه نسل چی بشه؟ منقطع بشه. به این خاطر خدای عزوجل فورا نمیگیرد، مهلت میده، بذار باش، صبر خدا است. و دیگه عرض کردم اشکال دیگر، اشکال دوم اینه که وقتی که ظالم مؤاخذه میشه فورا مؤاخذه میشه، کسی دیگه جرأت ظلم نمیکنه. اون یکی ظلم کرد فورا ریشش کنده شد، عذاب عمل نابود شد، این دومی میترسه. این دیگه از ترس آدم میشه، از ترس راه درست و راه عدالت را پیش میگیره، از ترس ظلم را ترک میکنه. یعنی این ترک ظلم اجباری شد، راه درستی شد اجباری شد، بازم اختیاری نشد. لذا الله می فرماید ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم، فورا را زیرش بنویسید، اگر خدای عزوجل مردم را فورا مؤاخذه بکند، اینطور که مؤاخذه میشه دیر یا زود، اما اگر فورا مؤاخذه بکند بظلمهم، بسبب ظلمشان، ما ترک علیها من دابه، نمی گذارد بر اون سطح زمین، روی زمین هیچ موجود زنده ای، اما ولكن یؤخرهم الى اجل مسمى، اما الله مهلت میده، تاخیر میده تا مدت معینی. فاذا جاء اجلهم، هرگاه اجل و مدت اونها فرا میرسد، لا یستأخرون ساعتا، یک لحظه تاخیر هم نمیشه، ولا یستقدمون، یک لحظه تقدیم و جلو هم نمیشه، پس و پیش ندارد. و باز الله تعالی اعاده می فرماید همون مضمون گذشته را، چون این ظلمی هست. در وسط سوال آمد که اینها که ظلم میکنند، شرک میکنند، چرا خدا مؤاخذهشون نمیکنه؟ خدا فرمود به این دلیل و یجعلون لله ما یکرهون، برای الله قرار میدن آنچه که برای خودشان نمیپسندند. برای خود دختر را نمیپسنده، برای خدا میگه دختر داره. و تصف السنتهم الكذب، زبانهای اونها دروغ را بر زبان می آورد، دروغ را بیان می کند. ان لهم الحسنا، این که برای اونها بالاخره بهشت است. خودشون این همه شرک، خرافات، کفر مرتکب هستند، باز هم میگه ما ناجی، جای ما در بهشت. الله می فرماید لا جرم ان لهم النار، شک نکن، لا جرم یعنی بدون شک، شک نکن ان لهم النار، همانا برای اینها آتش است، نه اینکه آتش معمولی. و انهم مفرطون، مفرطون یعنی مقدمون، اینا پیشا پیش به آتش تقدیم میشه، اینا قبل از همه هستن اهل شرک. لذا اینها که شرک میکنند و شیطان فریبشون داده، بیچاره فکر میکنند ما بهشتیم با این کارهای خودمون، ما ناجی هستیم، ما از مقربان خدا هستیم. نه، به خاطر این شرک اینها مفرطون هستند، یعنی پیشا پیش تقدیم میشوند برای آتش. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، اینجا خدای عزوجل سرزنش میفرماید، سرزنش هم است و تخویف اخروی هم است، چون اونها میگفتن که قبل از این چرا پیامبران نیامدن، این مطالب را نگفتن. الله عزوجل سوگند یاد میکنه، سوگند خدا برای تأکید است. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، سوگند به خدا، قسم به ذات الله، همانا ما فرستادیم به امتهای قبل از شما، انبیا فرستادیم، اما چرا اونها دوباره گرفتار شرک بودند؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم،
پس شیطان مزین کرد برای اون برای اون انسانهای نخستین اعمال شرکیه و کفریه را، اونها اعمال شرکیه و کفریه را پسندیدن، لذا فهو ولیهم اليوم، همون شیطان امروز هم حامی اونهاست. ولهم عذاب علیم، برای این افراد عذاب دردناک است. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، اینجا این فریضه الرسول است. الله تعالی میفهم اما ای پیامبر با وجود این همه خرافاتشون، کفرشون، شرکشون، شما وظیفه خودت را انجام بده. و ما انزلنا علیک الکتاب، ما این کتاب را نازل نکردیم بر شما الا لتبین، مگر تا اینکه شما بیان کنید، توضیح بدی، لهم الذی اختلفوا فی، برای اونها اون چیزی که اختلاف دارن. اختلاف در توحید و شرک بود، در عبادت خدا و غیر الله بود، و هدن و رحمت، در پرتو این کتاب توضیح بده. لذا الان که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف نداره، کتاب داره، کتاب هست، سنت و تشریح و تفسیر رسول الله هست. یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم امرین، دو چیز را در میان شما گذاشتیم که لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، تا مادامی که این دوتا را محکم بگیرید گمراه نمیشید. امروز اگر انسانها گمراه شدن، ترک کردن کتاب خدا را و دنبال یک سری خرافات و یک سری کتاب‌هایی که دست نوشته انسان هاست افتادن. لذا الله میفرماید این کتاب، اوصاف کتاب و هدن، هدایت هست علما و رحمت هست عملا، اما لقوم یؤمنون، برای مؤمنان نه برای مشرکان. لذا بعد از فضیلت این کتاب ادامه دلائل و ادامه نعمتها. اول این سوره دلائل بود، نعمتهای پروردگار، حالا ادامه داره. والله انزل، اینها نمونه ها را شما خواندید. والله انزل من السماء ماء، الله آن ذاتی است که نازل فرمود از آسمان باران زیاد، فاحیا به الارض بعد موتها، الله به وسیله این زمین ها را زنده فرمود بعد از مردنشان. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون، در این نعمت و در این قدرت و تصرف پروردگار که از آسمان باران میبارد، زمین احیا میشه، نشانی هست دال بر توحید خدا، چون غیر خدا کسی نمیتونه. لقوم یسمعون، برای قومی که گوش میکند دلائل حق را، انابت دارد. و ان لکم فی الانعام لعبره، الله میفرماید همانا برای شما در همین چارپایان هم درس است. انسان در هر جا نگاه بکنید خدا را و قدرت خدا را میبینید. هر جا که نگاه میکنی خدا و قدرت خدا را میبینی. یکی را گفتند که خدا را از کجا شناختی و به معرفت خدا رسیدی؟ گفت که خدا را از برگ، عرض کنم که درخت شناختم، از برگ درخت شناختم که یک حیوانی میخورد اون را و پس افکنده میاندازد، یک دیگه حشره اون را میخورد و تبدیل به چی میشه؟ به ابریشم میشه، نخ ابریشم میشه، با ارزشترین و نفیسترین چیز میشه. آخه چه سیستمی هست که خوراکی یکیه، معکول یکیه، اما یکی که کرم ابریشم باشه ابریشم تولید میکنه، یکی پشگل و پسفکنده تولید میکنه. این چه ذاتی هست که این سیستم را درست کرده؟ لذا الله عزوجل میفرماید و ان لکم فی الانعام لعبره، یکی از درس ها همین چارپایان هستند، همین حیواناتی که شما از شیرشون استفاده میکنید. نسقیکم مما فی بطونه، ما به شما آب میدیم، عرض کنم که شما را می نوشانیم از درون شکمش. از درون شکمش چی میاد؟ من بین فرث و دم، از کجا؟ از میان پسفکنده و خون، از وسط اینها لبنن خالصا سائغا، شیری که خالص هست و خوشگوار هست برای شاربین. شیر چه غذای خوبی هست، چه غذایی هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم
شیر را بسیار دوست می داشت و شیر چیزی هر کی دوست داره. این شیر را ببین از چی درست شده. سبحان الله. این خوراکی که حیوان میخورد، این خوراک علفی که میخورد، کاهی که میخورد، این بالاخره جویده میشه میره تو معدهش قرار میگیره. بعد یک بخشی از این تبدیل به خون میشه، یک بخش دیگه تبدیل به فضله میشه، به مدفوع میشه، نجاست ها میشه. اون بخشی که به خون تبدیل به خون میشه، باز اون خون دو بخش میشه، یک بخشی از اون خون تبدیل به شیر میشه. حالا یه تفسیرش اینه که این شیر از بین اون فرث و از بین این خون از اینها تشکیل شده. یعنی اول چی بوده؟ اون فرث بوده، اون فضله بوده، یا اون خوردنی و مأکول جویدنی بوده، بعدا اون تبدیل به خون شده، خون تبدیل به شیر شده، خونی که نجس هست. و بعضی میگن اون کانالی که میاد، اون کانال در میان دو تا کانال دیگه هست، اون کانالی که در اون خون جاری هست، اون کانالی که در اون فضله هست، اون پسفگنده هست، مدفوعش هست، این از وسط اینها میاد. اما الله عزوجل برای هر یکی چنان حفاظ و پرده ها گذاشته که نه از رنگ خون متاثر میشه نه از بوی مدفوع متاثر میشه. شیر وقتی که میاد چه خوشگوار هست، چه طعم خوبی داره، چه از کنم طبع و بوی خوبی داره. نه از این بو متاثر شده، نه از اون رنگش سفید و درخشنده هست، کوچکتری قرمزی در اون نمید، در حالی که از همون خون درست شده. نه از اون مدفوع متاثر شده از بوی اون، در حالی که از همون درست شده. بالاخره اولش همون بوده. ببین چه ذاتی هست. اینها از عجایب هستند، از شگفتی ها هستند، از دلائل قدرت پروردگار هستند. لذا الله میفرماید اینها را من پیدا کردم، از اینها شما استفاده میکنید اما عبرت نمیگیرید. و ان لکم فی الانعام لعبره، در چار پایان برای شما عبرت است، درس است. نسقیکم مما فی بطونه، ما شما را می نشانیم از آنچه که در شکمش هست، من بین فرث و دم، از میان اون پسفگنده و خونش، لبنن، شیر خالص که هیچ آمیختگی از خون ندارد، سائغا للشاربین، برای کسانی که می نوشن بسیار خوشگوار است. این نعمت ها را فراموش کردید. و همچنین و من ثمرات النخیل والاعناب، از میوه های نخل خرما یعنی خرما و همچنین انگور، که شما این دو میوه را چیکار میکنید؟ تتخذون منه سکرا، شما از اون چی درست میکنید؟ اون چیزی که باعث نشگی شما میشه، باعث سکر شما میشه. و رزقا حسنا، رزق حسن. حالا اشکالی هست که اشاره به ساختن و درست کردن شراب هست. آیا شراب رزق حسن هست؟ آیا این نعمتی هست که خدای تعالی به عنوان اون ذکر کرده؟ بعضی از مفسرین میگویند که اینجا خدای عزوجل داره به نوعی تهدید میکنه و به نوعی الله عزوجل بر کفران انسانها، ناسپاسی انسانها، عصیان انسانها وعید بیان میکنه که خدا چی داده؟ چه نخل خوبی داده، چه انگور خوبی داده، اما شما را ببین که چیکار میکنید. شما به جای استفاده بهینه، استفاده خوب، ازش شراب درست میکنید و اون را رزق حسن میدانید. بعضی این جواب را دادن، اما جواب درست و جواب حقیقی اینه که این آیات مکی هستند. این آیات چی هستند؟ مکی هستند. اون زمان شراب حرمتش نیامده بود. در اون زمان الله عزوجل به عنوان چی؟ یه نعمت ذکر میکنه، رزقا حسنا. ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، در همه اینها آیه هست بر کمال قدرت ما، اما برای قومی که عقل و خرد داشته باشه. یکی دیگر از
قدرت خدا و آثار قدرت. سبحان الله، هر جا قدرت خدا را میبینی. در این زنبول عسل میبینی، در اون کرم ابریشم میبینی، در اون آهو میبینی، در همون آهویی که بقیه در کرم ابریشم عرض کردم بقیه درخت ها را و برگ درخت را میخورن، برگ توت را میخوره، گوسفند میخوره، بز میخوره، تبدیل به پسافکنده میشه، اما کرم ابریشم میخوره تبدیل به ابریشم میشه. یا خوراکی را بقیه حیوانات میخورن پسافکنده میشه، اما وقتی آهو میخوره یک بخشش مسک میشه که بویش چقدر خوش است، رائحهش چقدر خوش است. در دنیا کیمیا هست، گیر نمیاد. لذا الله عزوجل میفرماید همه اینها آیات هستند، اما از این آیات کی بهره میگیره؟ اون کسی که عقل داشته باشه. منظور اینه خدای عزوجل از بندگانش انتظار داره که همیشه عقل خودش را در این راستا هم بچرخونند، به این مسائل هم فکر بکنند. ما همش به این که ثروت ما بیشتر بشه، سرمایه ما بیشتر بشه، کار ما رونق بیشتری داشته باشه، زندگی مرفه تری داشته باشیم، در دنیا بهتر خوش بگذرانیم، عقلمون را در اون زمینه بیشتر به کار میبریم. اما اینجا رب انتظار داره. لذا الله می فرماید و اوحى ربک الی النحل، رب تو الهام فرمود الی النحل، به زنبور عسل، زنبور عسل را. و به اون زنبور عسل خداوند این الهام را فرمود که ای زنبور ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، خانه را در جای امنی درست کن، جایی که هر کس دسترسی داشته نباشه. بگیر از کوها برای خودت، در دل کوه، در زیر کوههای بلند، زیر غارها، زیر صخره‌ها، اون جاهای چه جاهای خوبی و چه جاهای پناهی. این زنبور را کی الهام کرده؟ رب. اونجا برای خودش کندویش را میبندد. اونجا بگیر از کوها خانه، و من الشجر، روی درختها که هر حیوانی و هر چیزی اونجا دسترسی داشته نباشد، و مما یعرشون، و از آن جایی که مردم سقف درست میکنن. بعضی گفتن سقف این سقفهای انگور هستن، بعضی گفتن سقف خانه ها هستن. لذا اونجا جایت را درست کن، این الهام الهی هست. ثم کلی من کل الثمرات، سپس برو از انواع میوه ها بخور. فسلکی سبل ربک ذللا، بیا در این راهی که رب برای تو تعیین کرده. این مسیری دارد که به وسیله اون گیرنده‌ای که خدا به او داده. همینطور که امروز این دستگاه‌های جدید گیرنده دارن، ماهواره دارن، هواپیما وقتی که روی این گیرنده قرار میگیره خود به خود به صورت اتوماتیک روی این گیرنده میره، مسیر دیگه نمیره که تصادف بشه. لذا خدای عزوجل به او هم چنان قوتی داده که 3 کیلومتر، 4 کیلومتر، 5 کیلومتر بیشتر کمتر دور میره، اما از اونجا بر میگرد مستقیم به یک کندوی دیگه که مال همسایه هست هم نمیره، مستقیم هم کندوی خودش میاد. کسانی که مطالعه کردند زندگی زنبورها را، چون قرآن داره اشاره میکنه تمام موجودات همین پیچیدگی را دارند، نظام را دارند در زندگی خودشون، هر یکی یک نظامی دارند، اما اونها در شگفتند. این چه مخلوقی هست، این قدر کوچک اما چه نظمی داره، چه دقیق میاد. اگر این یه روز سرش خراب بشه، اون آنتنش خراب بشه، اشتباهی بره جای دیگه، فوراً اونجا در ورودی اون کندو ملکه نشسته، سرش را میبرد، اونجا کارش را تمام میکند، اجازه نمیده. لذا هر یکی بالاخره جایی داره. الله میفرماید فسلکی، برو سبل ربک، در اون راهایی که رب برای تعیین کرده، ذللا، یعنی اون راه تابع تو هستن، در اختیار تو هستن، اون مسیر تابع تو هست. این ذللا حال است از سبل، سبل ذلل که در اختیار تو هست و برای تو خدا مسخرش کرده. عرض کردم من به تعبیر جدید گفتم یعنی گیرنده خدا داده که اون راه را میری، دیگه راهی نمیری. یخرج من بطونها، این میره از انواع بوته ها میخوره، انواع گل ها، میوه ها. یخرج من بطونها شراب، الله میفرما از شکم این
نوشیدنی بیرون میاد که مختلف الوانه، رنگهایش متفاوته. این تفاوت رنگها بر اساس تفاوت چی هست؟ بوته ها هست. شما بعضی عسل ها رو میبینید سیاه هستند، مثلا عسل حبت السودا بیشتر سیاه دانه بهشون میدند، اون عسل هم چی میشه؟ سیاه میشه. عسلی هست که در بهار این عسل چی هست؟ در بهار این عسل سبز زرده، چون از انواع گلهای به این رنگ میخوره. عسلی هست که سفید هست، چون گل سفید میخوره. بستگی داره نوع بوته و شیره‌ای که این عسل، این زنبور استفاده میکنه عسل را به همون رنگ. پس عسل هم تابع همون بوته هست از نظر رنگ. از نظر عرض به خدمت شما که دوایی هم همچنین، چون خدای تعالی در این بوته هایی که در جنگل ها هستند خواصی گذاشته. همه اینها ضد میکروبند، ضد عفونتند. دواها را مگر مردم از اینها درست نمی کنند؟ چی این دواهای شیمیایی، چی این دواهای سنتی، همه اینها از همین بوته هایی که تو جنگل هستند درست میشند. لذا اونجا انسان میگیره چقدر زحمت میکشه، از چه مراحلی طی میکنه، از چه دستگاه هایی، چه کارخانه هایی میگذرد تا اینکه بالاخره قرصی میشه، دوایی میشه. اما خدای عزوجل اون سیستم را در عسل قرار داده. عسل میره میمکد اون شیره را، اصل اون خواص اون را میگیرد، به تبدیل به عسل میکنه. چقدر خوش ذائقه و بعد شفا دهنده هم، چون در انواع بوته ها. حالا انواع قرص ها در قدیم اینجا پیرزن ها تا که کسی شکمش درد میکرد، معدهش مشکل میداشت، مقداری از همین بوته های خشک شده میدادن، فوراً یک بار میخوردید خوب میشدی. خیلی خدا در اینها خواص گذاشته. لذا الله تعالی به این حشره کوچولو راهنمایی کرده که از این طریق به مردم، برای مردم تولید بکنه شربتی را که اون شربت از علاوه از این که خوش ذائقه است، هیچ چیز از عسل شیرین تر نیست. ضد عفونی هست، ضد میکروب هست، ضد درد هست، انواع مریضی ها. حالا بعضی میگن بعضی لازم نیست که هر جا شفا باشد، چون برای بعضی مریضی، هر مریضی این قرصی که شما میخورید برای هر مریضی که خوب نیست، ولی عموما چون در اونها این خواص هست برای عموم مریضی ها هست. شراب مختلف الوان فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. در همه اینها آیه و نشاناتی هست برای قومی که می اندیشند و تفکر می کنند. صدق الله العظیم.